یکی از تجهیزات متداول آزمایشگاه تشخیص پزشکی دستگاه سانتریفیوژ است. از این دستگاه جهت جداسازی اجزای یک ترکیب بر اساس اختلاف چگالی اونها با استفاده از نیروی گریز از مرکز استفاده میشه. جهت تشخیص برخی بیماری‌ها باید اجزای مایعات بدن مثل خون و ادرار تفکیک بشن از هم. برای انجام این تفکیک به دلیل اینکه هر جزئی خاصیت خاص خودش رو داره، ما از دستگاه سانتریفیوژ استفاده می‌کنیم که بتونه این ذرات رو از هم دیگه تفکیک کنه. واژه سانتریفیوژ ریشه لاتین داره. کلمه سنتروم به معنای مرکز و کلمه فیوژر به معنای گریزه. در حرکت دورانی همونطور که می‌دونید وقتی حرکت دورانی به یک جسم در حال حرکت در یک مسیر ثابت داره، یک شتاب زاویه ثابت اعمال بشه، یک نیروی در راستای خارج به وجود میاد به نام نیروی گریز از مرکز. در واقع نیروی گریز از مرکز یک شبه نیروه، خودش یک نیرو نیست، یک اثر ثانویه است که در اثر یک حرکت دورانی حول یک محور تولید میشه. چون بر اساس قانون دوم نیوتن هر عملی عکس العملی داره، در خلاف نیروی مرکزگرا نیروی گریز از مرکز تولید میشه. اندازه این نیرو به شعاع چرخش آر و مجذور سرعت بستگی داره و این نیرو به نیروی سانتریفیوژ مرسومه. این نیرو رو با علامت RCF که مخفف Relative Centrifuge Field یا فورس هست به صورت ضریبی از گرانش یا G بیان میکنیم. پس RCF در واقع شاخصیه و معیاریه برای میزان گسسته سازی و تجزیه دقیق سانتریفیوژ ها نسبت به هم. محاسبه دقیق و صریح RCF که کمترین خطا رو داشته باشه مستلزم اینه که نمونه ما در یک فاصله کاملا ثابت نسبت به مرکز چرخش قرار داده باشه. بر اساس نوع طراحی روتور در دستگاه‌های سانتریفیوژ این فاصله از سر تا انتهای هولدر متفاوت. RCF به دست اومده از سر هولدر با RCF به دست اومده از انتها قطعا متفاوت. برای همین منظور میانگین RCF های به دست اومده در انتها و ابتدای هولدر رو محاسبه میکنن و از اون مقدار استفاده میشه. محاسبه RCF یا به صورت اتوماتیک یا به صورت دستی انجام میشه. در حالت دستی معمولا کارخونه سازنده بر حسب نوع روتور جداولی رو در اختیار کاربر قرار میده. اما در انواع اتوماتیک این کار توسط خود میکروپروسسور دستگاه انجام میشه و محاسبات صورت میگیره. به طور کلی نیروی گریز از مرکزی که در دستگاه سانتریفیوژ به وجود میاد باعث میشه که ذرات سنگین‌تر اجزای مخلوط ما به سمت انتهای محفظه حرکت کنه. به همین ترتیب با لایه‌های مجزا روی هم نشست پیدا میکنن و ته‌نشین میشن و در نتیجه لایه‌های مجزا از هم رو تشکیل میدن. برای مثال در خون گلبول‌های قرمز چگالی بیشتری دارن و به پایین تیوب ما حرکت میکنه و پلاسما که کمترین چگالی رو داره در بالا قرار میگیره. در آزمایشگاه بیمارستان‌ها هم بیشتر از سانتریفیوژها برای جداسازی انگل‌ها، باکتری‌ها و سلول‌ها از خون و ادرار نمونه‌های انسانی استفاده میشه. سرعت سانتریفیوژ بر اساس فرمول زیر محاسبه میشه. در این فرمول شما میبینید که RPM ما یا Rate Per Minute تعداد دور سانتریفیوژ بر دقیقه که N هست برابر با رادیکال یا جذر RCF که همون سرعت نسبی سانتریفیوژ تعریفش کردیم تقسیم بر یک عدد ثابتی ضرب در یک ضریبی از R که R اینجا شعاع در واقع چرخش ما هست که شعاع چرخش فاصله بین قسمت تحتانی محور ما با قسمت پایینی تیوب ما هست که بر حسب میلیمتر هست. به طور کلی رابطه بین سرعت شعاع و نیروی سانتریفیوژ رو میتونیم با استفاده از نموگرام محاسبه کنیم. ببینید RPM همون سرعت گردش با واحد دور بر دقیقه است. نیروی گرانش دورانی ما همون نیروی نسبی سانتریفیوژ RCF ما هست. توجه کنید که با توجه به اینکه محورهای چرخان مختلفی در دستگاه سانتریفیوژ وجود داره، از نوع محور چرخان با زاویه ثابت یا محور چرخان با سبد شناور، محور چرخان با لوله‌های عمودی و محور چرخان با لوله‌های تقریباً عمودی. در حالتی که گردش دورانی و سریع روتورها در داخل سانتریفیوژ محفظه‌های حاوی نمونه رو به شکل افقی در میاره، چون وقتی سرعت میگیره اگر فرضاً محور چرخان ما با سبد شناور باشه، این سبدها از حالت عمودی به حالت افقی در دور بالا تبدیل میشن و قرار میگیرن. در این حالت بیشترین نیروی گریز از مرکز تولید شده. حالا بر اساس همون چگالی مواد شروع میکنن به ته‌نشین شدن در ته تیوب ها و در پایان کار سانتریفیوژ هم که سرعت کم میشه
آرام آرام سبدهای ما از حالت افقی این سری به حالت عمودی در خواهند اومد. در هنگام استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ابتدا کاربر تیوب‌های خودش رو بر روی صفحه چرخان که دارای یک سری حفره‌ها هست برای نگهداری لوله‌ها، تیوب‌ها و لوله‌ها رو قرار میده. باید توجه کرد در هنگام توزیع لوله‌ها به توزیع وزن مناسب لوله‌ها و همچنین تقارن چینش لوله‌ها توجه کرد، به خاطر اینکه زمانی که سانتریفیوژ ما سرعت میگیره خطر لنگر انداختن و گشتاور نامناسب و عدم تعادل در چرخش و باعث ایجاد لرزش‌های شدید سانتریفیوژ میشه. همچنین اینکه امکان شکسته شدن لوله‌ها درون محفظه داخلی نگهدارنده لوله‌ها هم وجود داره که خودش خطرات آلودگی عفونی رو برای کاربر بر حسب اینکه چه نوع ماده بیولوژیکی در تیوب بوده ایجاد میکنه. پس بنابراین باید به این نکته توجه کرد. مطلب بعد تنظیم سرعت و زمان سانتریفیوژ هست که در مدل‌های ساده سانتریفیوژ حداقل امکانات دستگاه تنظیم سرعت و تنظیم زمان سانتریفیوژ کردن نمونه است که در مدل‌های پیشرفته‌تر با توجه به اینکه دستگاه در اثر حرکت سریع مثل اولترا سانتریفیوژها تولید حرارت و گرما میکنه، لازمه که سیستم خنک کننده هم دستگاه ما داشته باشه که بعضا امکان تنظیم دما رو هم در بعضی نمونه‌های سانتریفیوژها به کاربر میده. مرحله بعد این هست که سر محفظه روتور رو میبندیم، محفظه‌ای که صفحه چرخان رو در بر گرفته. بعد از اینکه نمونه‌ها رو قرار دادیم سرعت کاری RPM رو تعیین می‌کنیم، زمان مورد نظر رو در واقع تعیین می‌کنیم و صفحه نمایشگر دستگاه ما که یا 7 سگمنت هست یا LCD هست میاد پارامترها رو برای ما نمایش میده که با چه سرعتی در چه زمانی سانتریفیوژ داره انجام میشه. همچنین میکروپروسسور و کامپیوتر دستگاه معمولاً میتونه یک مجموعه از پارامترهای عملکردی دستگاه رو مثل نرخ شتاب دستگاه، سرعت نسبی، دما، زمان کلی، نرخ توقف رو اندازه‌گیری کنه. همچنین با توجه به اینکه در دستگاه‌های سانتریفیوژ از یک سری سنسورهای لرزش سنج هم استفاده میشه، میکروپروسسور دائما سنسورهای خودش رو میخونه تا در صورت وجود لرزش شدید فرایند سانتریفیوژ رو یا اخطار اعمال کنه، آلارم بده دستگاه، یا در واقع به صورت خودکار متوقف کنه. و نهایتا عرض کردم اگر دستگاه به سیستم خنک کنندگی مجهز باشه دمای دستگاه رو هم میشه تنظیم کرد. با توجه به اینکه سانتریفیوژهای آزمایشگاهی از نقطه نظر اندازه، ظرفیت نمونه و سرعت و کاربردشون با هم دیگه تفاوت دارن، سانتریفیوژها تقسیم بندی میشن به سانتریفیوژهای سرعت پایین و سرعت بالا. در سانتریفیوژهای سرعت پایین معمولاً دستگاه ما فاقد سیستم خنک کننده است، چون سرعت بالا ایجاد حرارت میکنه و نمیتونیم مواد بسیار ریز مثل ویروس ها و DNA شون رو از محلول جدا کنیم. برای این جداسازی نیازمند سانتریفیوژهای سرعت بالا هستیم. منظور از سرعت پایین سرعت‌های کمتر از 12,000 RPM هست، rate per minute. و منظور از سرعت بالا هم سانتریفیوژهایی هست که رنج سرعتشون بین 12,000 تا 25,000 RPM دارن و همچنین میتونن مواد بسیار ریز رو هم از هم مثل DNA ویروس ها تفکیک کنن. ظرفیت پایین ها با قابلیت نمونه برداری مجزا جهت جمع‌آوری جدا کردن میکروارگانیسم های کوچک سلولی استفاده میشن. سانتریفیوژ های سرعت بالا که ظرفیت بالاتری دارن با قابلیت نمونه برداری پیوسته هم هستن، توانایی برداشت و تجزیه مخمرها با باکتری ها رو با استفاده از مواد بزرگتر دارند. جدا کردن ویروس ها و باکتری ها و پروتئین ها و سایر اجزای ریز رو هم میتونن محقق کنن. از کاربردهای سانتریفیوژ های سرعت بالا میتونیم به برداشت و تجزیه مخمرها و باکتری ها اشاره کنیم یا همچنین جدا کردن ویروس ها و باکتری ها و پروتئین ها و سایر اجزاشون مثل DNA و RNA از اونها اشاره کنیم. سانتریفیوژ ها به لحاظ قابلیت تحلیل هم دو دسته هستند. سانتریفیوژ هایی که قابلیت تحلیل دارن، سانتریفیوژ هایی که قابلیت تحلیل ندارن. در سانتریفیوژ هایی که قابلیت تحلیل دارن، علاوه بر جداسازی اجزای نمونه ها از هم دیگه، تحلیل و آزمایش های مد نظر هم قابل انجامه و یه سری پلات های آنالیتیک دستگاه میتونه به ما
ارائه کنیم. اما در سانتریفیوژهای فاقد قابلیت تحلیل فقط ذرات جامد از یک نمونه بیولوژیکی جدا میشه. همونطور که اشاره شد سانتریفیوژها رو بر حسب سرعتشون و بر حسب مقدار نمونه‌ای که میگیرن تقسیم بندی کردیم. برای مثال در میکروفیوژها یا میکرو سانتریفیوژها لوله‌های 0.2 تا 2 میلی لیتر میتونن استفاده بشن. حداکثر سرعت میکروفیوژها هم بین 13000 تا 15000 RPM که معادل 16000 الی 20000 گرم نیروی جاذبه است. اما اولترا سانتریفیوژها سرعتی معادل 100000 RPM دارند که معادل 2 میلیون گرم نیروی جاذبه است. این اولترا سانتریفیوژها لازم دارند که هوای درون محفظه مکش بشه و خلا ایجاد بشه تا استکاک و اتلاف حرارتی به حداقل برسه. با توجه به این مسئله همچنین دارای سیستم‌های خنک کنندگی هستند، چون با توجه به دور بالای موتور برخورد استکاک با هوا مقدار زیادی گرما تولید می‌کنه که علاوه بر صدمه زدن به دستگاه باعث تجزیه پروتئین‌ها یا تغییر شکل ترکیبات ما هم درون نمونه می‌شود. این نوع سانتریفیوژها برای کاربردهای با دقت و رزولوشن بالاتر یعنی جداسازی اجزای کوچکتر از سلول استفاده میشن. همچنین لازمه که به دلیل سرعت‌های بسیار شدید روی زمین حتما ثابت بشن و فیکس بشن و عموما در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرن. هماتوکریت سانتریفیوژها که بیشتر در بخش هماتولوژی آزمایشگاه تشخیص پزشکی استفاده میشن، سانتریفیوژهای تحلیلی هستن که با سرعت 7000 الی 15000 RPM میتونن گردش دورانی ایجاد کنن. دارای لوله‌های مویرگی بسیار نازکی هستند، درنچین نمونه‌هاشون بسیار کوچیکن و نیروی کمی دارن و نهایتاً درصد حجمی گلوبول قرمز رو در نمونه برای ما محاسبه می‌کنن. سانتریفیوژهای بانک خون بزرگ و سنگین هستند، سرعت دورانیشون بین 4000 الی 6000 RPM هست و حامل یه سری کیسه‌های 300 الی 500 میلی لیتری خون هستند. سانتریفیوژ دستی هم که یک مدل بسیار سنتی و قدیمی هست، هیچ حفاظی نمونه‌ها ندارن و باز هستند، در چه خطر عفونت وجود داره و در بعضی از کشورها دیگه ممنوع شده. اجزای دستگاه سانتریفیوژ رو همینطور که در تصویر سمت چپ هم مشاهده می‌کنید من نام میبرم. ببینید موتور رو ما داریم که در واقع شافت بهش متصل شده و روتور که همون صفحه چرخان ما هست و لوله‌های نگهدارنده روی اون سوار شده که در تصویر چپ صفحه چرخان از نوع فیکسد انگل یا همون صفحه چرخان با زاویه ثابت استفاده شده. یه سری بول برینگ داریم که در واقع در اطراف شافت تعبیه میشن. یک مدار درایور موتور رو داریم که جهت درایو کردن موتور و فرمان دادن به موتور استفاده میشه. یک واحد کنترلی داره که با این مدار در ارتباطه و دور موتور رو تنظیم میکنه، همچنین فرمانهای استاپ موتور رو هم صادر میکنه. یک تایمر داریم که باز هم میتونه فرمان استاپ رو نهایتاً صادر کنه، در واقع با بورد کنترل درایو موتور در ارتباط. ترمز موتور هست، مکانیزم تعلیق هست، کلید درب هست، حسگرهایی هست که در دستگاه هستن که یه دونش حسگر لرزش، حساس به لرزش هست و همچنین در دستگاه هایی که سیستم‌های خنک کننده دارن حسگرهای دما و منبع تغذیه هم یک بورد تغذیه هست که در واقع از بورد اصلی مجزا هست. یک پاور سوپلای هست که ترانس داره معمولا و برق مورد نیاز موتور و بورد کنترلر دستگاه رو تامین می‌کنه. در تصویر سمت چپ همونطور که مشاهده می‌کنید ما یک سیستم وکیوم کردن محفظه رو داریم که در واقع معمولا از یک پمپ وکیوم استفاده میشه. سیستم خنکسازی رو داریم، رفریجریشنش رو داریم که در واقع میتونه از گاز استفاده بشه و تبادلات حرارتی رو با محفظه درونی دستگاه سانتریفیوژ انجام میده. موتور رو دارید، شافت رو دارید و صفحه چرخان رو دارید و تیوب هایی که قرار گرفتن. صفحه چرخان از نوع ثابت و یک محفظه نگهدارنده که درب داره و بسته میشه. منابع تغذیه‌ای که در دستگاه سانتریفیوژ استفاده میشه معمولاً بسته به نوع موتور و نحوه کنترل 3 نوع هست، یا از نوع برق مستقیم، یا مینز و یا پاور سوپلای. در نوع برق مستقیم بدون منبع تغذیه برای موتورهای AC استفاده میشه که در واقع ما مستقیما برق متناوب شهر رو روی موتور AC میبریم. نوع مین برای موتورهای DC کاربرد داره. نوع پاور سوپلای هم برای موتورهای DC با ولتاژ پایین استفاده میشه و به طور کلی در
پاور سوپلای هایی که در دستگاه سانتریفیوژ استفاده میشه به دلیل نیاز به ولتاژ 5 ولت و 12 ولت. بورد ما شامل یک ترانسفورماتور کوچک، یک رکتیفایر و یک استابلایزر خواهد. در سانتریفیوژهای آزمایشگاهی معمولا از یک موتور یونیورسال با توان بین 100 الی 150 وات با گشت‌آور بالا استفاده میشه. شافت این موتورها در دو تا بولبریک قرار میگیره. روتور و سینپیچ هم به صورت سری از طریق کموتاتور به موتور متصل میشن. کموتاتور هم همونطور که استظهار دارید یک سویچه در واقع که میتونه جریان الکتریکی رو دائما بین روتور و مدار خارجی موتور جابجا کنه و معکوس کنه. خب این موتوری که الان در سمت چپ میبینید یک موتوریه که در واقع جاروبرگدار هست که قطعه یک استاتور، اون محفظه نگهدارنده استاتور با هولدرش برای اون جاروبرگ‌های کربنی و قطعه شماره 2 8 عدد یاتاقان هست و قطعه شماره 3 همون قطعه کموتاتور هست که توضیح دادم خدمتتون. قطعه شماره 4 جاروبرگ‌های کربنی ما هستن. معمولا اینها بعد از یه مدت میتونن سایش پیدا کنن در اثر استکاکی که با روتور دارن و نیازی که در واقع تعویض بشن. بعد سینپیچ خود روتور رو میبینید، قطعه شماره 5 ما هست و قطعه شماره 6 یک مگنتی هست که تعبیه شده برای هال سنسور ما، سنسور تعیین کننده میزان سرعت شافت موتور. سنسور هال هم همونطور که استظهار دارید در واقع سنسوری هست که میتونه تغییرات یک میدان مغناطیسی رو اندازه‌گیری کنه و بزرگی میدان رو در هر لحظه اندازه‌گیری کنه. در قطعه شماره 6 با استفاده از اون مگنت زمانی که در واقع دوران انجام میده روتور موتور درون محفظه استاتور، میدان مغناطیسی داره تغییر میکنه و بزرگی این میدان توسط سنسور هال اندازه‌گیری میشه و بر اساس این اندازه‌گیری نهایتاً سرعت شافت موتور رو میتونیم اندازه‌گیری کنیم. همونطور که قبلا اشاره کردم ما یک ایمبالانس دیتکتور، یک سنسور حساس به لرزش‌های شدید در دستگاه سانتریفیوژ داریم که به طور اتوماتیک روتور رو خاموش میکنه وقتی که لرزش از حالت عادی خارج بشه و شدت بگیره. همونطور که باز قبلا اشاره کردم انواع صفحات چرخان رو ما روتورها رو در واقع در سانتریفیوژ ها داریم، چه بگیم روتور چه بگیم صفحه چرخان، به هر حال اصطلاحات مختلفی در منابع مختلف براش مطرح شده. توجه داشته باشید که روتورها انواع مختلفی دارن. حالا 3 الی 4 نوع اصلی هست. در این اسلاید 3 نوع برجسته رو ما مطرح می‌کنیم. لوله ها در موقعیت عمودی اگر قرار بگیرند به این نوع صفحه چرخان ما میگیم نوع ورتیکال که روتور با سرعت بسیار بالایی میچرخه و لوله ها عمودی هستند. چون سرعت خیلی بالاست زمان سانتریفیوژ در روتور عمودی به حداقل میرسه. بنابراین برای بررسی چگالی ذراتی استفاده میشه که زمان کوتاه سانتریفیوژ شدن مورد نظر هست و عامل مهمی در تشکیل لایه هاست. نوع دیگه روتور با زاویه ثابت یا فیکس انگل که لوله های نمونه تحت زاویه ثابت معمولا بین 20 الی 45 درجه نسبت به عمود نگه داشته میشن. این نوع روتورها میتونن تا 7000 RPM سرعت داشته باشن. این سانتریفیوژ ها سریعترن، ارزانتر از سانتریفیوژ های سوینگ اوت هستن. سوینگ اوت روتورها که در واقع به تعبیر دیگه محورهای چرخان با سبد شناور هم اصطلاحاً میتونیم بهشون بگیم، یک بازی فلزی دارن که دارای 4 یا 6 نگهدارنده نمونه است که سانتریفیوژ شدن وقتی که شروع میشه نمونه ها یواش یواش از حالت عمودی به حالت افقی در واقع معلق میشن در اثر نیروی گریز از مرکز. سرعت این صفحات چرخان یا روتورها میتواند تا 3000 RPM هم سرعت بگیره. لوله های سانتریفیوژ هم با انتهای دایره‌ای یا حالت استوانه‌ای یا کروی یا مخروطی شکل هستند که حامل نمونه های مایع هستند و روی اونها یک کلاهک قرار داده و سایز این لوله ها بین 2 تا 15 میلیمتر متغیره. لوله های سانتریفیوژ پلاستیکی و یک بار مصرف و یا شیشه‌ای و چند بار مصرف هستند. لوله های کاپیلاری هم در سانتریفیوژ های هماتوکریت استفاده میشن که به صورت به شکل مویرگی خیلی باریک هستن، نیازی به تعادل ندارن. مسئله تعادل دیگه صادق نیست در میکرو سانتریفیوژ هماتوکریت. به صورت متقاطع هم بارگذاری میشن و فقط مقدار کمی خون دارن تا نیروها نسبتاً کم باشه، یعنی حجم بسیار کمی از نمونه رو در بر میگیرن. همونطور که قبلا اشاره کردم توزیع مناسب لوله ها و متقارن لوله ها بر حسب وزن لوله ها مسئله بسیار کلیدیه، چرا که موجب بی‌ثباتی هنگام چرخش سریع سانتریفیوژ میشه اگر که این توزیع رعایت نشه. همچنین لوله ها نباید بیش از اندازه پر بشن چون حین چرخش روتور مایع اونها بالا میاد.
سنسور سرعت همونطور که اشاره شد در نزدیکی شافت موتور قرار داره. به طور کلی دو نوع سنسور سرعت استفاده میشه، یا فورک فوتوالکتریک سنسور رو داریم یا از هال افکت سنسور استفاده میکنیم. ببینید سنسور فوتوالکتریک ما حین استفاده از این نوع سنسورها یک دیسک شکافدار بر روی شافت موتور نصب میشه و سنسور ما بر روی اون قرار میگیره. در یک طرف سنسور فوتوترانزیستوری قرار داره و طرف دیگر اون یک حسگر LED قرار داره که در واقع آشکارساز نور LED هست. با چرخش شافت شکاف‌های دیسک سیگنال خروجی به صورت پالسی ایجاد میشه. فرکانس این سیگنال با افزایش سرعت شافت افزایش پیدا میکنه. در واقع هر زمان که این دیسک شکافدار ما رد میشه از مقابل منبع نوری ما، باعث قطع شدن لحظه‌ای سیگنال نوری ما روی دتکتور ما میشه و در نتیجه یک پالس نوری هست که دائما در حال نوسان هست که بر حسب سرعت چرخش این صفحه شکافدار میزان این پالس های نوری هم سرعت ظاهر شدنش متفاوت خواهد. در هال افکت سنسور گفتیم که یک آهنربا بر روی شافت نصب میشه و این سنسور به میدان مغناطیسی این آهنربا واکنش نشون میده. سیگنال خروجی به صورت موج مربعیه و فرکانسش به سرعت چرخش شافت بستگی داره و سیگنال سرعت هم برای برد کنترلی دستگاه فوق‌العاده مورد اهمیت، چرا که سیگنال سرعت برای کنترل سرعت و همچنین فعال کردن قفل ایمنی دستگاه مورد نیازه. یعنی تا زمانی که سنسور سیگنال به ما میده، واحد کنترل میدونه که سانتریفیوژ در حال چرخشه و قفل رو نگه میداره. توجه داشته باشید که برای باز کردن درب محفظه سانتریفیوژ که البته دو نوع در سانتریفیوژ وجود داره، یکی در خود روتور هست که درب محفظه داخلیه و یک درب دیگه درب بیرونی دستگاه سانتریفیوژ هست. از الکترووالو ها برای کنترل این درب ها در دستگاه سانتریفیوژ استفاده میشه. پس یه سری سلنوید والو داریم، الکترووالو داریم که در واقع این کنترل رو برای ما انجام میده. همچنین همونطور که اشاره شد یک حسگر عدم تعادل در دستگاه سانتریفیوژ وجود داره که به لرزش‌های شدید روتوری که عدم تعادل داره واکنش نشون میده و بلافاصله توقف موتور رو کلید میزنه. این حسگر در واقع چیزی بیشتر از یک میکرو سویچ نیست که در نزدیکی شافت قرار داره. اگر بار تعادل نداشته باشه، شافت شروع به لرزش میکنه و در نهایت میکرو سویچ رو لمس میکنه. میکرو سویچ فعال سیگنالی رو به واحد کنترل یا به میکروپروسسور میفرسته و واحد کنترل هم نهایتاً دستور توقف موتور رو صادر میکنه با فعال کردن پین‌های مربوط به استاپ موتور. همچنین از یک میکرو سویچ دیگه برای درپوش داخلی و درب حتی بیرونی سانتریفیوژ استفاده میشه. در بحث کنترلی دستگاه سانتریفیوژ اگر موتور DC داشته باشیم از سیستم PWM یا پالس ویدت ماژولیشن استفاده میکنیم برای برنامه‌نویسی و کنترل موتور، اما اگر از موتور AC استفاده کنیم از PFC یا فیز فایر کنترلر استفاده میکنیم. در واقع در این دو نوع مدلی که تعریف کردم برای موتور DC یا AC هدف این هست که سیگنال های موج مربعی سرعت که از طریق سنسور دریافت میشن، سنسور سرعت، اون رو دستگاه میاد با مقادیر مطلوب که در واقع کاربر مثلا گفته من به RPM 3000 RPM میخوام برسم، میاد مقایسه میکنه دور موتور رو با RPM درخواست شده در واقع مورد نظر کاربر و اگر اینها اختلافی داشتن میاد ولتاژ دو سر موتور رو افزایش میده تا در واقع این اختلاف جبران بشه، یا اینکه برعکس اگر اضافه باشه سعی میکنه که دیگه ولتاژ رو پایینتر نگه داره تا سرعت تنظیم بشه و روی اون RPM مورد نظر کاربر فیکس بشه. همچنین تا زمانی که سیگنال سرعت توسط سنسور منتقل میشه، بخش کنترل میدونه که سانتریفیوژ در حال چرخشه و قفل درب رو نگه میداره. زمان خاموش شدن سانتریفیوژ هم با استفاده از یک تایمر تنظیم میشه و همچنین در صورت عدم تعادل روتور کنترلر ما دستور خاموش شدن سانتریفیوژ رو صادر میکنه. خب تمام ماجرایی که تعریف شد در بلوک های زیر مشاهده میکنید که کنترل یونیت یا واحد کنترل دستگاه سانتریفیوژ به چند چیز حساسه. به عرض پارس های موجی ما حساسه برای اینکه بتونه تعداد دور رو در واقع بفهمه. از سنسور اسپید سنسور ما میزان سرعت شافت رو دریافت میکنه
با سنسور ایمبالانس سویچ ما در ارتباطه که عدم تعادل روتور رو متوجه میشه. یک تایمر داره که زمان توقف رو باید بهش اطلاع بده. یک منبع تغذیه هست که بورد کنترل رو داره ساپورت میکنه، تامین میکنه ولتاژ مورد نظرش رو. اطلاعاتی که باید نهایتاً به دیسپلی بده، به صفحه نمایشگر دستگاه بده و قفل درب دستگاه رو باید کنترل کنه و یه سری مقاومت‌ها برای بریک دستگاه که در واقع توقف موتور رو فعال میکنن باید هدایت کنه و خود موتور رو به لحاظ سرعت و ولتاژ دو سر موتور که باید کنترل بشه توسط این واحد کنترل مدیریت میشه. در تصویر زیر بلوک دیاگرام کنترلی یک سانتریفیوژ معمولی رو مشاهده میکنیم که قطعاتی مثل پل دیودی، ترایاک، آپتوکوپلر، خود موتور، یه سری کلیدها در این شماتیک الکترونیکی نمایش داده شده است که در واقع این بورد الکتریکی واحد کنترل سانتریفیوژ است. در این اسلاید بورد الکترونیکی مربوط به شماتیک اسلاید قبل نمایش داده شده. ترایاک همونطور که میدونید یک قطعه الکترونیکیه که زمانی که پالس دیسی از میکروپروسسور بهش میرسه میتونه روی پایه دیگه‌اش در واقع ولتاژ رو کنترل و مدیریت کنه. مثلا یک مسیر AC رو قطع یا وصل کنه. پس چون این خاصیت رو ترایاک داره، در سانتریفیوژ هم برای کنترل ولتاژ AC موتور از ترایاک استفاده میشه. سیگنال های الکتریکی هم از طریق آپتوکوپلر از میکروپروسسور دریافت میشه. از 4 دیود هم قبل از موتور استفاده میشه و همچنین یک مدار ترمز هم در این بورد تعبیه شده. همونطور که مشاهده میکنید ورودی منبع تغذیه در سمت چپ با یک فیلتری رفع نویز میشه و در سمت راست تصویر قسمت سبز رنگ در واقع دیود و ترایاک و آپتوکوپلر رو میتونید در کنار هم مشاهده کنید. همچنین ترمز با یک رله به موتور وصل میشه. ترانزیستور ترمز ما در این تصویر سفید رنگه و رله ما سیاه رنگه. توجه کنید که مقاومت ترمز اغلب به موتور با یک رله متصل میشود. جهت توقف موتور زمانی که کار سانتریفیوژ میخواد به پایان برسه، سرعت سانتریفیوژ باید کم بشه تا چند ثانیه بعد متوقف بشه. بنابراین موتور باید توسط یک ترمز متوقف بشه. ترمز در واقع یه مقاومته که چرخش موتور رو بایپاس میکنه و انرژی تولیدی موتور رو میتونه در خودش ذخیره کنه. بنابراین موتور تحت بار زیادی قرار میگیره و یواش یواش سرعتش کاهش پیدا میکنه. این انرژی منتقل شده به مقاومت تبدیل به گرما میشه و معمولاً باید این مقاومت در نزدیکی یک سیستم خنک کننده، یک هدسینک، حالا یا فن ممکنه یا هر چیزی که سیستم ما رو خنک کنه قرار بگیره. در شکل بورد کنترلی و مقاومت خارجی نمایش داده شده. تایمرها در ساده ترین حالت یک تایمر مکانیکی هستند در دستگاه سانتریفیوژ و یا از چیپ ها یا بوردهای تایمر مجزا که در ارتباط با بورد کنترلی هستند و تحت مدیریت بورد کنترلی هستند استفاده میشه. و اگر که حتی بخوایم از تایمر میکروپروسسور و یا میکروکنترلرها هم استفاده کنیم، در اونجا معمولا از کریستال های خارجی استفاده میشه تا کلاک میکروکنترلر و کلاک تایمر کاملا با هم هماهنگ بشن. همچنین اینکه تمام سانتریفیوژ ها دارای درب اضطراری هستند و حتی دارای یک سری کلیدهای ایمنی هستند که خارج از اتاق سانتریفیوژ باید تعبیه بشه که در واقع به صورت ریموت از راه دور میتونه پایان فعالیت سانتریفیوژ رو فرمان بده. مکانیزم تعلیق هم در سانتریفیوژ با استفاده از یک سلنوید والو محقق میشه که وقتی که فعال بشه یک پین فلزی رو برای ما باز میکنه. از انکوباتور آزمایشگاهی به منظور رشد و نگهداری کشت‌های میکروبی یا سلولی یا باکتریایی در آزمایشگاه‌ها استفاده میشه. انکوباتورهای آزمایشگاهی توانایی کنترل دما، رطوبت و دیگر غلظت موادی مثل مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و اکسیژن رو برای رشد ارگانیسم‌های زنده در حالت بهینه فراهم می‌کنند. این انکوباتورها در زمینه‌های مختلفی مثل زیستشناسی سلولی، میکروبیولوژی، زیستشناسی مولکولی استفاده میشن. انکوباتورهای آزمایشگاهی در ساده‌ترین حالت یک محفظه‌ای هستند که به یک هیتر مجهز شدن که این هیتر توسط یک ترموستات میتونه دما رو برای ما کنترل کنه و در یک میزان مورد نظر ما دما رو استیبل کنه. و معمولا دمای داخل محفظه دمای بین 60 الی 65 درجه سانتیگراد هست. البته در بعضی از انکوباتورها این دما تا 100 درجه سانتیگراد هم میرسه. انکوباتورها رو بر اساس نوع موادی رو که در اونها قرار میدن و شرایط مورد نیاز آزمایشگاه‌ها به چند دسته ما تقسیم بندی میکنیم.
در انکوباتورهای استاندارد ما به انکوباتورهای استاندارد اطلاق میکنیم که دمای داخلی محفظه اونها از حدود دمای محیط که مثلا 24-25 درجه سانتیگراد هست شروع میشه تا حدود مثلا 80 درجه و یا یه مقدار بالاتر ادامه پیدا میکنه. در انکوباتورهای یخچالدار که دارای سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی هستند، توانایی ایجاد دماهای قابل کنترلی رو از 5 درجه سانتیگراد تا الی 65 درجه سانتیگراد دارند و برای کشت باکتری‌های خاصی که در دماهای پایین زندگی میکنند و فعال هستند به کار برده میشن. دسته آخر هم انکوباتورهای مرطوب هستند که در واقع انکوباتورهایی هستند که علاوه بر کنترل دما قابلیت کنترل رطوبت محفظه داخلی خودشون رو هم دارند. رطوبت مورد نیاز توسط یک ظرف مسی کوچیک که حاوی مقداری آب تصفیه هست تامین میشه. به این شکل که معمولا یک منبع گرمایشی دارن، سیستم گرمایشی مثل هیتری چیزی هست که میاد این آب رو که در این محفظه از بخار میکنه و این بخار رو به عنوان عامل مرطوب ساز محفظه داخلی انکوباتور ازش استفاده میکنه و بعد توسط یک دریچه میزان بخاری که وارد محفظه میشه کنترل میشه. دسته دیگر از انکوباتورها انکوباتورهای دیوکسید کربن هستند که در واقع از یک کپسول دیوکسید کربن در بیرون از دستگاه استفاده میشه که متصل میشه به دستگاه و این انکوباتورها در موارد بیولوژیکی استفاده میشن که علاوه بر کنترل دما قابلیت تأمین درصد خاصی از دیوکسید کربن رو دارن. در واقع غلظت خاصی از دیوکسید کربن رو میتونن داخل محفظه برای ما تولید کنن. در بعضی از این موارد هم به رطوبت نیاز داریم که باز این رطوبت توسط حمام‌های آب و تبخیر مداوم آب برای محفظه فراهم میشه. در این انکوباتورها معمولا غلظت CO2 توسط سنسورهای گرمایشی یا سنسورهای مادون قرمز اندازه‌گیری میشه. همچنین میزان CO2 در انکوباتورهای کشت سری با میزان رطوبت میزان عکس داره و رابطه معکوس داره. یعنی وقتی که میزان رطوبت ما بالا بره باعث پایین اومدن میزان CO2 میشه و همچنین برعکس اگر میزان رطوبت ما پایین بیاد باعث بالا رفتن میزان گاز CO2 درون محفظه میشه. دسته دیگه انکوباتورهای شیکردار هستند که در واقع توانایی شیک دادن یا تکون دادن محفظه رو دارن که معمولا میتونن فلاسک هاشون رو به صورت اوربیتالی یا دایره‌ای تکون بدن. همچنین این انکوباتورها در انواع دیواری یا ایستاده موجود هستند و در اکثر این انکوباتورها قابلیت خنک کنندگی در دمای پایینتر از دمای محیط وجود داره. دسته دیگه هم انکوباتورهای هیبریدی هستند. در انکوباتورهای هیبریدی میله‌های گردان به منظور قرار دادن شیشه‌های هیبریدیزاسیون با سایزهای مختلف و چرخوندن اونها با سرعت‌های معین تا عمل هیبریدیزاسیون محتویات این شیشه‌ها رو کاملا فعال کنه صورت می‌پذیره. این دستگاه‌ها دارای شیکرهای متحرک و طبقات متعدد هستند. در انکوباتورها ما سه نوع همرفت داریم: همرفت معمولی، همرفت در واقع طبیعی یا همرفت اجباری. منظور از همرفت همونطور که میدونید در انکوباتور ما گفتیم از المنت استفاده میکنیم. روش هدایت همرفت به طور کلی برای انتقال گرما استفاده میشه. معمولا المنت ها میان حرارت رو مستقیما به بدنه اتاقک داخلی انکوباتور منتقل میکنن. این گرمای تولید شده به وسیله این المنت ها در انکوباتورهای دارای سیستم همرفت گرما توسط هوایی که در اتاقک انکوباسیون ما جریان داره به نمونه ها منتقل میشه. معمولا هوا از کف اتاقک وارد میشه و گرم میشه توسط المنت ها در همرفت معمولی و به طور یکسان در داخل اتاقک انکوباسیون جریان پیدا میکنه و معمولا از سقف انکوباتور خارج میشه. حالا اگر ما بیایم در قسمت بالایی انکوباتور از فن استفاده کنیم و یا هواکش های رو تعبیه کنیم که هوا رو با همرفت اجباری در واقع جابجا کنیم به دلیل ایجاد جریان هوا، به این نوع همرفت ما میگیم همرفت اجباری. در همرفت طبیعی و اجباری هوا در کف در واقع انکوباتور توسط المنت ها گرم میشه، از کف محفظه وارد فضای نمونه ها میشه، به صورت یکسان درون انکوباتور جریان پیدا میکنه و به نمونه ها میرسه و نهایتاً از قسمت فوقانی خارج میشه. فقط با این تفاوت که در همرفت اجباری ما معمولا از فنها یا هواکش‌هایی جهت ایجاد این جریان هوا استفاده میکنیم. به جهت جریان هوا در محفظه‌های مختلف از نوع همرفت طبیعی، اجباری و همرفت معمولی توجه کنیم. در انکوباتورهایی که سیستم سرد کننده دارند، سیستم کنترلی انکوباتور در تلاشه که دمای
داخلی محفظه رو پایین نگه داره. لازم به خاطر نشان هست که گازهایی مثل دی اکسید کربن معمولا با غلظت 3% و 5% به اتاقک انکوباسیون تزریق میشن و میزان غلظتشون حفظ میشه. در خصوص اجزای دستگاه انکوباتور ما چند قسمت داریم که به اونها خواهیم پرداخت. ببینید قسمت اول محفظه نگهداری نمونه ها هست. معمولا این محفظه بسته 2 جداره هست که عایق بندی میشه به طور مناسب تا حد امکان از دما و رطوبت و ورود و خروج گازها به محیط بیرون محفظه جلوگیری کنه و در واقع تبادلات گرمایی رو هم به حداقل برسونه تا انکوباتور بتونه درون محفظه داخلی خودش در زمان انکوباسیون دما، رطوبت و سایر پارامترها رو در یک حد استانداردی استیبل کنه و نگه داره. معمولا جنس بدنه داخلی انکوباتور و حتی بدنه بیرونیش رو از استیل ضد زنگ استفاده میکنن و این بدنه داخلی محفظه نگهدارنده نمونه ها معمولا ضخامتی در حدود نیم تا 1 سانتیمتر داره. علت این که از استیل ضد زنگ استفاده میکنن این هست که از خوردگی و زنگ زدگی بدنه در برابر عواملی مثل همون گرما و رطوبت در دستگاه انکوباتور جلوگیری کنن. معمولا منبع تغذیه در دستگاه انکوباتور یک برد تغذیه هست که میاد برق 220 ولت شهر رو رگوله میکنه و استیبلش میکنه. همچنین دارای ترانس های روی این برد هستیم که میاد در واقع برق های 5 ولت دی سی یا 12 ولت دی سی رو برای سایر قطعات رله ها و برد در واقع میکروکنترلر دستگاه انکوباتور و یا PLC بردی که درش هست، حالا بسته به تکنولوژی که استفاده شده، ارائه میکنه. همونطور که اشاره کردم سیستم کنترل دما هم که قسمت دیگری از دستگاه انکوباتور هست معمولا داره یک سری هیترهای برقی هست، المنت هایی هست که در واقع اینا با یک محافظهای مشبکی پوشیده شدن و همچنین حرارتی رو که تولید میکنن با استفاده از فنها میتونن دمش داشته باشن و به قسمت‌های مختلف محفظه داخلی برسونن و جریان همرفتی رو که در اسلایدهای قبل اشاره کردیم ایجاد کنن. در خصوص کنترل دما هم معمولا یا از سیستم‌های ساده دارای ترموستات استفاده میشه یا ترموکوبل‌های معمولی یا اینکه از سیستم‌های مبتنی بر میکروکنترلرها که پیچیده‌تر هستن، هوشمندتر هستن، دیجیتالی‌تر هستن استفاده میشه. قسمت دیگر از اجزای دستگاه انکوباتور سیستم کنترل رطوبت این دستگاه هست. توجه کنید ببینید به طور کلی در دستگاه انکوباتور برای اینکه دستگاه غلظت گازها، دمای درون محفظه و رطوبت درون محفظه رو بفهمه و بتونه به میکروکنترلر خودش پیام‌های درستی رو ارسال کنه، از میزان این پارامترها باید از یک سری سنسور استفاده کنه. این سنسورها مثلا برای رطوبت از سنسور رطوبت باید استفاده کنیم، سنجش رطوبت، و مثلا برای سنسور گازها هر گازی میتونه سنسور مخصوص به خودش رو داشته باشه برای دیتکت کردن و شناسایی کردنش. همچنین برای سنجش دما هم ما از سنسورهای دما استفاده میکنیم و PT100 مثلا یکی از سنسورهای خیلی معروفیه که در دستگاه‌های اتوکلاو مثلا استفاده میشه. مثلا از سنسور LM35 میتونیم برای سنجش دما استفاده کنیم. البته خب جدیداً از سنسورهای دیگری استفاده میکنن که دقت بسیار بالاتری دارن. پس بنابراین مثلا در سیستم کنترل رطوبت دستگاه انکوباتور دائما باید رطوبت رو از سنسور خودش از درون محفظه انکوباسیون نمونه برداری کنه و رطوبت رو قرائت کنه، سنجش کنه و نهایتا رطوبت مورد نیازی رو که کاربر یا اپراتور تعریف کرده که مثلا برای کشت این محیط سلولی ما نیاز داریم بتونه میزان رطوبت رو در اون محدوده نگه داره. سیستم کنترل گازها هم میاد ترکیب گازهای درون محفظه انکوباسیون دستگاه انکوباتور رو در حد مورد نیاز برای نمونه هایی که داریم کشت میدیم نگهداری میکنه. این کار توسط یک سری سنسور انجام میشه که نمونه برداری میکنه از ترکیب گازهای داخل محفظه و نهایتا میزان غلظت گازها رو به میکروکنترلر و یا سیستم PLC دستگاه اطلاع میدن. از اونجایی که قبلا اشاره کردیم که گازهای مورد نیاز ما مثلا CO2 میتونه از کپسول تهیه بشه، دستگاه از یه سری الکترووالو استفاده میکنه تا بتونه میزان گازهای ورودی به درون محفظه رو
از طریق این کپسول‌های و مخازن خارجی کنترل. همچنین در دستگاه انکوباتور ما سیستم آلارم‌های دستگاه رو داریم که برای میکروکنترلر تعریف شده که اگر از حدود استاندارد پارامترهایی که برای دستگاه تعریف میشه مثل دما، رطوبت یا غلظت گازها ما عبور کنیم، تریگرهایی تعریف میشه که بر حسب آستانه‌هایی که تعریف شده دستگاه آلارم‌هایی رو برای کاربر اعلام میکنه. معمولاً هشدارهایی که ما داریم هشدارهای استاندارد مربوط به عملکرد یا خرابی بخش‌های مختلف خود دستگاهه، هشدارهای مربوط به افزایش دمای مثلا بیشتر از 38 درجه یا در حالت مثلا خاص بیش از 40 درجه است و هشدارهای مربوط به قطع گردش هوا و جریان همرفتی درون محفظه داخلی انکوباتور. همچنین هشدارهای مربوط به نقص در سیستم حسگرهای دستگاه و حسگرهای درون محفظه انکوباسیون و هشدارهای مربوط به نقص در سیستم حسگر دمای قطع‌کننده منبع تغذیه. همچنین دستگاه‌های انکوباتور امروزی هوشمند هستند و دارای سیستم‌های ثبات هستند و به اپراتور این امکان رو میدن تا مشخصات و پارامترهای مورد نظر خودشون رو به صورت مداوم ثبت کنن، مانیتورینگ کنن و تغییرات رو کنترل کنن. معمولاً ساده‌ترین انکوباتورها پنلی مشابه پنلی که در تصویر نشون داده شده باید داشته باشن. در واقع یک دکمه خاموش و روشن دارن که معمولاً خط نشانه وضعیت روشن، دایره نشانه وضعیت خاموش هست. یک صفحه LCD یا 7 سگمنت مانندی ممکنه داشته باشن که صفحه نمایش دستگاه هست. یه سری LED هست که نشانگرهای وضعیت‌های خاص دستگاه، مثلا روشن شدن المنت و یا استندبای بودن دستگاه و یا وصل بودن برق منبع تغذیه دستگاه هستن. این LED های اعلان وضعیت دستگاه هستن. ماژول صفحه کنترل داریم که معمولا حالا یک دکمه برای منوهای تنظیمات کانفیگ‌های فنی دستگاه رو ارائه میکنه و یا دکمه سلکت یا دکمه کم کردن یا افزایش دادن برای افزایش و کاهش دماها، رطوبت‌ها و سایر پارامترهایی که قابلیت تنظیم و ارائه به دستگاه رو دارن. خب همونطور که اشاره شد در دستگاه انکوباتور ما المنت رو داریم و المنت ها هم یک طول عمری دارن، میتونه براشون اتفاقاتی بیفته. مثلا فرض کنید که المنت شما به مرور زمان داغ بشه و یا مثلا در شرایط خاصی المنت شما میبره، قطع میکنه و در واقع اون موقع ما باید المنت رو عوض کنیم. و مثلا اگر ببینیم دستگاه ما روشن میشه، کانفیگ رو هم میگیره اما گرم نمیکنه محفظه رو، اینجا باید ما شک کنیم که احتمال داره در واقع المنت ها مشکل داشته باشن. به طور کلی معمولا اولین گام برای هر دستگاهی که روشن نشه این هست که ما فیوزها و کابل و پریز و دو شاخه رو چک کنیم و اتصال کابل رو به ورودی AC برد منبع تغذیه دستگاه کنترل کنیم. بعد پایه های اون ورودی AC رو بررسی می‌کنیم و اگر از فیوزها و کابل و ورودی AC روی برد مطمئن بودیم، یک فیوز هم معمولا رو خود برد ممکنه تعبیه بشه که میتونیم اون رو هم بررسی کنیم و همینطور میتونیم ادامه بدیم و به بررسی ترانس ها، به بررسی پل دیودی و سایر قطعاتی که روی برد الکترونیکمون داریم میتونیم با استفاده از مولتی متر ادامه بدیم. سیستم کنترل دمای انکوباتور ما هم شامل ترموستات های فلزی، المنت های حرارتی و عوامل نیمه رسانا. مدار الکترونیک ما همون میکروپروسسور ما، میکروکنترلر مرکزی ما هست و دمای واقعی یا بررسی شده انکوباتور و دیگر اطلاعاتی که باید به صفحه نمایش نشون بده در واقع این پارامترها رو در بر میگیریم. از توجه شما صمیمانه سپاسگزارم.